میخواستم انجینیر شوم. یکی یک خانم بتونه خودش سر پای خودش ایستاده باشه. زهره دختری که رویای انجینیر شدن به سر میپرورانید، اما زندگیش به شکل دیگری رقم خورد. میخواستم انجینیر شوم. بعد از اینکه مکاتب بسته شد رو به هنر آوردم. سبک کاری خودم شبکه کاری است. در روی چوب کار میکنم. تقریبا 2 سال میشه که در این بخش شبکه کاری کار میکنم. داستان او روایت دختری است که از دل مشکلات برخاسته و با عشق و هنر راه خویش را ساخته است. اگر دولت بر ما بتونه که امروی ما همکاری کنه و زمینه را مساعد کنه، شاید با بتونیم پیشرفت کنیم. یا مثلا نمایشگاه خارجی اشتراک کنیم. اینا او در شبکه کاری و تهذیب میناتور روی چوب کار می کند. با کار مکمل کار دست است. ته در روی چوب زده میشه. ته در روی چوب زده میشه و اره دستی داریم. امروی از او برش داده میشه. زهره کارگاه مستقل ندارد، اما خانه‌اش را به پناهگاهی برای خلاقیت تبدیل کرده است، جایی که رویاها آرام آرام به سطح چوب جان میگیرد. جای مستقل شخصی فعلا از خود ندارم. آماده خانه کار میکنم، سفارش میگیرم، آردرهای خود یک آدرس مشخص بر مشتری میتم و از اونجا میان اون تسلیم میشه. کار ادامه میتم. امیدوار هستم که بتونم بیشتر و بیشتر در یک قسمت پیشرفت کنم. از اینکه مردم میای از کار ما دیدن میکنه و هم بر ما تشویق میشه و از کار ما استقبال میکنن، این واقعا برگزاری قسم نمایشگاه خوب است. کسانی که هنر را دوست دارن و قدرش را میفهمن خریدار هم هستن. یکی یک خانم بتونه خودش سر پای خودش ایستاده باشه و یکی بتونه خودش یک دستاورد داشته باشه در زندگی از خود و این باید افتخار کنه و بالا. پیامش روشن است: تسلیم نشوید، حتی اگر راه سخت باشد. ادامه دادن خودش یک پیروزی است. زرخونه یعقوبی، آژانس خبری رویداد.